اسما ناصری هستم. در سال 2001 من در ولایت غزنی در افغانستان پیدا شدم و بعد از مشکلاتی سیاسی و اقتصادی که در وطن از خودمان بودک مهاجر شدیم در کویته پاکستان. من در بورسه علامه اقبال که از طرف پاکستان بودک در سال 2021 در اینجا من قبول شدم و فعلا در یک از دانشگاه اسلام آباد که در نام اینترنشنال اسلامیک یونیورسیتی هسته در بخش BBA بیزنس ادمنستریشن سمستر 6 میخوانم. همیشه علاقمند بودم که در بخش‌های فرهنگی و اجتماعی که فعالیت کنم. وقتی که در کابل رفتم در مدت 3 ماه من در یک انجمن در نام ایشیا کالچر هاوس بودک در اونجا فعالیت داشتم در بخش سروی و در بخش کسب دیتا انتریشی و امضای رقمی فعالیت‌های 1 روزه و 2 روزه که محو خشونت علیه زنان بوده در اونجا هم کسب فعالیت داشتم که از جمله زنا کسب بایسکل دوانی و این چیزا بوده و وقتی که من در اسلام آباد آمدم اینجا ما انجمن‌های دانشجویی زیاد داریم که من در او بخشام کسب فعالیت داشتم. امی فعلا که از انجمنی هست در نام هزاره استودنت نتورک در بخش اسلام آباد کسب فعالیت داره. اینا مدت 6 سال است که اینا فعالیت داره. من به عنوان زونال پرزیدنت اونجا فعلا کار مونم و انجمن دانشجویی در داخل خود دانشگاه ما داریم که ایدو کالچر هزاره استودنت هست. من در بخش ایونت منیجر از اونا هستم. من فعالیت دارم. امروزه که ما این مشکلات را که روبرو هستیم چگونه میتونیم امیر یک حداقل امی مشکلات را در حداقل برسانیم؟ خب آمادیم شدیم روی از یک بحث کردیم و انداختیم که اینی مشکلات هسته و اینی تنها راهیشی که ما میدیدیم که مثلا باید امی نفرایی که فعلا مهاجر شده اینا باید که تا زمانی که هسته اینا در پاکستان باید اینا ادامه تحصیل بده. خب تحریزی کردیم یک انجمن را جور کنیم در نام توانا، چون که قبلا هم کسته این توانا در مکتب معرفت کسته فعالیت داشته و خود آقای روزی هم کسته در اون دزی انجمن کسته فعالیت های خود داشته و ما آمدیم یک بخشی از این انجمن توانا را در اسلام آباد کسته بنیانگذاری کردیم. توانا ارگانایزیشن در سال 2016 از مکتب معرفت آغاز به فعالیت کرد و این دقیقاً چیزی است که ثمره شورای دانش آموزی معرفت هست. بعد ما در سال 2017 18 و 19 فعالیت های ما بیرون از معرفت اجرا می شد. در دانشگاه رنا بود، با دانشگاه امریکایی ها همکاری داشتیم، همچنان مرکز آموزشی کیاک بودن با ما. در بخشای علمی فرهنگی زیادتر فعالیت های ما بود. مسابقات اسپیلینگ بی را برگزار کردیم، سمینارهای علمی را برگزار کردیم تا سال 2019. بعد از سال 2019 که کووید 19 آمد و همچنان بعد از اون تحولات سیاسی آمد و در سال 2024 یعنی همین سال
تاریخ 11 نوامبر ما با یک سری تفاهم و حرفایی را که همراه امید عطایی همچنان خانم احمدی روی تفاهم رسیدیم که میتونیم فعالیت های توانا ارگانایزیشن را در اسلام آباد آغاز بکنیم. همین شد که ما شروع کردیم و یکی یکی از بین مهاجرین اعضای خود را جمع کردیم و اعضای بسیار فعالی هستند که از همه بخشای کابل و از همه بخشای افغانستان حتی هستند. در اینجا کسانی از هرات با ما هستند، کسانی از بدخشان با ما هستند که همگی ما یک جای شده و قرار است که کمی اهداف انجمن، اهدافی تانا ارگانیزیشن که در کابل بود در اینجا کمی بازتر میشه، گسترش پیدا میکنه نظر به ضروریات هایی را که دانش آموزا و دانشجویان خود افغانستانی در دانشگاه در داخل اسلام آباد و همچنان شهرهای راولپیندی دارند. به نام خدا، بازم خوش آمدین دوستا در یک جلسه هماهنگی دیگر. اما رقم تمام شد، در جریان هستین. قرار است ما یک هفته بعد یک سمینار معلوماتی داشته باشیم راجع به این که چطور میتونه یک دانش آموز یا دانشجوی افغانستانی که فعلا در راولپیندی یا اسلام آباد است اینا چگونه میتونه وارد دانشگاه های اسلام آباد شود. برنامه از ما طوری است که مثلا معلومات میدیم در تمامی از دانشجویان و دانش آموزانی که فعلا مهاجر شده از افغانستان هم در پاکستان زندگی میکنن. خب چی کسی بهتر میتونه که توضیح بده برای اونا مثلا راهی که چقدر کسی ادمیشن میگیره داخل خود دانشگاه ها. به امید موفقیت همگی ما. مقصد از مو ای بوده که مو فعالیت های انجمن توانا را بیشتر کنیم در اسلام آباد و فعالیت های از مو که دو بخش هست، یک داخلی و یک بیرونی. در بیرونی که مو تصمیم اول از مو برنامه اول از مو ای است که مو یک برنامه معلوماتی را که برای شاگردان که ارائه کنیم برای امزو خصوصا دانش آموزا و دانشجویایی که بعد از سقوط افغانستان عمده مهاجر شده در پاکستان و اونا اکثریت چی بلدیتی نداره، چون که من همراهی چند تا از اونا کسا برخورد کردم و اکثریت از اونا خصوصا کسایی که صنف 12 هسته اونا بلدیت به دانشگاه های پاکستان نداره که مثلا اگر اونا بودم اسناد را داشته باشد که میتونه داخل دانشگاه را پیدا کنه. سمینار را برگزار مونیم تا که یک معلومات بدیم که اونا با کدام اسناد با کدام ویژگی هایی مثلا داشته باشد که میتونه وارد دانشگاه پاکستان شونه. یک برنامه بیرونی از ماست و برنامه بیرونی دیگه که ما مد نظر داریم SSAS است که مشورت‌دهی دانش آموز برای دانش آموز است که ایرمو بیشتر کسته روی از تصمیم داریم که بیشتر و تقریبا کس به مدت یک ماه کسمو برای دانش آموزا کس اینا را دانش آموزا جمع آوری کنیم و برای اونا کس مکمل معلومات بدیم، خصوصا کسایی که در بیرون هسته امناش که فعال هسته و استعدادهای مثلا خوبی را داره ما اونا را شناسایی مونیم و از طریقه امضی نهاد و امضی آدرس اگر اونا بتونه داخل خود دانشگاه پاکستان را پیدا کنه درس بخونه و یا هم رقمی کس در بیرون و در بخش از این اپلیکیشن و تمام پروسه هایی که اونا مثلا چطور میتونه داخل دانشگاه را پیدا کنه ما مکمل کس اینا را در برنامه SSAS کس مکمل راهنمایی و برنامه داخلی از مو کسته مو زیادتر روی ظرفیت سازی خود اعضا کسته کار مونیم. مثلا کس مو رمانخوانی داریم، کتابخوانی داریم و زیادتر کسته تاکید از مو در زبان انگلیسی هسته که مثلا اعضای از مو خصوصا زبان انگلیسیش کسته زیادتر تقویت شونه به خاطری که زبان انگلیسی اینالی در تمام جاها که مثلا چی داخل پاکستان اینا بخواد دانشگاه بخونه و چی در بیرون اولین چیزی که زیاد مهم است زبان انگلیسی مهم است که مو زیادتر روی ازیک است کار مونیم روی اعضای خوب و دیگه در پالی از اینا که مو اینا را روی زبان چی کار مونیم مو فعالیت های دیگه هم کس روی دست داریم در اعضا کس که اونا را یک تاسک میدیم یک مسئولیت میدیم که به مرور زمان کس اینا مسئولیت پذیری کس یاد میگیره و یاد میگیره که مثلا وقتی که پرشر که سرش آماده چرخمی در وقت کم کس بیشترین کار را انجام بده و همچنان ما در برنامه‌های داخلی برنامه‌های دیگه مثل لیدرشپ
این چیزا هم که روی دست داریم. اگر بهتری ما میخواییم که این را مثلا زیادتر گسترده کنیم، چند تا کلاس داشته باشیم و به صورت تخصصی همراه اعضای کس کار کنیم. مثلا رسامی باشد، بخش لیدرشپ باشد، بخش موسیقی باشد. مو اینمی چیزا کسی میخواییم گسترده کنیم و به صورت تخصصی صنفای از اینا کسی دایر کنیم برای مردم افغانستان. برنامه اسپلینگ یک برنامه مسابقاتی سطح بین‌المللی هست که ابتدا می‌خواهیم در سطح داخلی رو برگزار بکنیم در بین چندین مرکز و ناحیه‌ای که افغانای خودمون اونجا درس می‌خوانن. از اینجا حدود 200 شاگرد در مرحله مقدماتی و ابتدایی جذب می‌کنیم. اینا را یک امتحان از اینا می‌گیریم و در مرحله دوم از بین از این 200 نفر 100 نفر میتونن در مرحله نهایی را پیدا بکنن و در مرحله نهایی هم حدود 10 نفر متشکل میشه که 10 نفر باز میتونن که مسابقه بین یکدیگر پیش ببرن و در این مسابقات ابتدا بر از اینا یک کتاب داده میشه که این کتاب حدود 1000 لغت داره و در هذه 1000 لغت اشتباهات املایی است و اینا اشتباهات املایی را تصحیح میکنن. وقتی اشتباهات املایی را تصحیح میکنن به میزانی که تصحیحات از اینا درست هست و ما اندازه اینا میتونن در مراتب مقام اول، دوم و سوم قرار بگیرن. دو کسایی هم که شرکت میکنن در این محدوده سنی مشخص نداره، البته برای دانشجویی است. کسایی که از دوره مکتب خود میکنن صنف 12 و الی بهایی اینا میتونن در این مسابقه شرکت بکنن و کسانی هم که میتونن در مرحله اول و دوم یا در مقام اول و دوم و سوم جابجا میشن یا راه پیدا میکنن، اینا جوایز رو میتونن که از طرف نهاد ما به دست بیارن. و همچنان ما این مسابقه رو میخوایم که از داخل مرزی و بیرون مرزی بکشانیم، یعنی میخوایم با کشورهای سطح بین الملل تعداد از دانش آموزایی که انتخاب میشن اینا رو در مسابقات سطح بین المللی شریک بسازه، این مسابقات رو شامل بسازه. زمانی که اینا در این مسابقات شرکت کردن، اولین امتیازی که داره اینا عموم کارت مسابقه رو به دست میارن. وقتی کارت مسابقه رو به دست میارن او یک امتیاز بسیار بزرگ است. چی امتیاز است؟ امتیازی است که اینا میتونن در فعالیت‌های بین المللی و اینترنشنال اینا ادامه تحصیل. ما در اینجا کوشش میکنیم که یک پل ارتباطی باشیم بین دانش آموز برای دانش آموز. همگی ما، همین مجموعه توانا که اینجا هستن، تمام ما دانشجو هستیم و دانش آموز هستیم. کوشش میکنیم برنامه هایی را بگیریم که بر دانش آموزهای دیگری که در سطح صنف 11 مکتب یا هم سال اول دوم دانشگاه هستند خدمت کرده باشیم و اونا را از همون خلایی که بعد از صنف 12 به وجود می آید و از همون مبهماتی را که بعد از صنف 12 به وجود می آید که خب چگونه ما میتونم وارد تحصیلات عالی شوم و اون در این روزه که ما حتی خانه از خود نداریم، واقعا این تصمیم دشواری است و راه سختی است یافتنش. کوشش داریم با بعضی از دوستای ما که در US در ارتباط هستیم یک راهی را ایجاد بکنیم. برنامه‌هایی را که توانا روی دست داره در این یک سال برنامه‌های متفاوتی هستند، از جمله یک مسابقات اسپلینگ بی هست که ما در کابل ای را زیادتر برگزار می‌کردیم. We focus on empowering our member by enhancing key skills such as leadership, workshop, management, and communication skills. We also emphasize creative development through a creative
like case study, brainstorming session, and environment for growth and innovation. The external session involve a wider community. These involve educational competition like spelling bee and student for student advertising session, SSAS. The vision of Tawana organization in Islamabad is empowering Afghan students in Pakistan through quality education and bridging the gap between crisis and opportunity. Empowering Afghan students, bridging the gap, building bridge between crisis and opportunity, providing educational support to Afghan students in Pakistan. Transforming lives through education, empowering Afghan students in Pakistan to overcome adversity and achieve their dreams. جوانای با این توانایی و استعدادی که در اینجا میبینیم در شرایطی که مثلا ما مهاجریم و اینجا آمدن همچون حرکت مثبت و درست را راه انداختن و نیروی را دارن اینجا و کار میبرن، آدم احساس ترس و لرز میکنن. ما آدم هایی که مقدار معمولا سن ما میره بالا تمام نیروی خود را پشت محاسبه مگذاریم و این نسل جوان بونو نیروی توانمند و پرقدرت خود را پشت کاری که انجام داده میتونه میگذارن. با همون خاطر از همیشه این نیرو موفق بوده. کارهای بسیار کلان را این نیرو انجام داده، این جوان ها انجام داده. I want to tell you that many things will come in your life which are up and down like this. So don't lose heart. Most people are depressed and you should not be depressed because in order to be positive you have to think positive. In order to be successful you have to act successful. And in order to go ahead in life you have to think that you already have it. And that's what I practice. So do not be ehsas-e kamtari. Like I told you, Afghan Nasal is one of the best Nasal in the world if they go ahead. So when you are waking up in the morning, wake up that you should say, I will do good today. I will do good today. I will do good today, and the energy will come to you. امروز در این ارگانیزیشن که بودم خیلی از مفاهیم را گرفتم که ما افغانایی که در اینجا در پاکستان مهاجر می باشن زیاد کورس ها و جاهایی است که اینا تحصیل خود بتونن به راه تحصیل خود ادامه بدن. The opportunity today I got from this seminar is that I can get, for example, information how to apply for these scholarships. So it's my wish and also from Tawana organization to have this kind of opportunities for all African students who are living now in Pakistan. نننی ورکشاپ څخه موږ دونه زده کړی چې خپل افغانانو ته څنګه وکولی شو چې موږ دوی ته یو رهنمایي وکړي چې دوی که غواړي د پدواز زده کړو کې دوی آموزش وکړي او درس ووایي دوی به کولی شي چې له انټرنټ له لارې نه له ګوګل له لارې نه سرچ وکړي او خپل یاران او دوستانو ته هم همکاري وکړي او لکه چې توانا انجمن دلته اوس فعاله سوی ده ځوانانو ته همکاري کوي دوی دپاره یو ښه رهنمایي ځای ده او ډېره ښه ځای ده چې دوی راسي دلته زده کړه وکړي او خپل آموزشي بخش ته توانایي ورکړي څرنګه چې نهاد د توانا په نامه ده دوی دومره زده کړی خلک کسان یې ورسره شته چې دوی سره دومره فني او تخنیکي ترینینګونه دوی لیدلی چې نورو همکاران نور ځوانانو ته همکاري وکړي او دوی به کولی شي چې د دې ادارې لخوا نه د توانا ادارې لخوا نه دوی یو څه ځان ته سهولتونه آماده کړي او دغه اداره هم دوی ته وعده ورکړی چې موږ کوشش کوو چې دغه افغانانو ته یو سهولت د اسکالرشپ ورته آماده کړو
او دغه برنامه دوی د افغانانو لپاره ارائه وکړي. امروز به این ارگانیزیشن توانا که آمدم خیلی برام مفید تمام شد. به این که سمینار خیلی عالی بود در رابطه به این که ما چطور بتانیم دمی پانتونای پاکستان را پیدا کنیم و اسکالرشیپ های را به دست بیاریم، چون تمام جوانایی که هستن امید و آرزویشان به تحصیل و به زندگی عالی و آینده خوب بیشتر است و به این که آرزوی خودم شخصا نمی که بتانم یک تحصیل یک جای یک پوزیشن خوب را به دست بیارم. این ترینینگ از طرف توانا ارگانیزیشن برای من خیلی مفید و خیلی خوب برام تمام شد. به این که تانستم یک چیزی را درک کنم، بفهمم که یعنی چطور میتونم آینده خود به دستای خودم بسازم، چطور میتونم به یکی از پانتونا به رشته مورد علاقه‌ام که میخوایم تحصیل داشته باشم چطور راه پیدا بکنم. و امروز توانا ارگانیزیشن این زمینه را به ما مساعد ساختن تا که ما یک قدم کوچک به طرف اهداف ما برداریم. و تشکری خاص از توانا ارگانیزیشن به می دارم که باعث شدن که می افغانان و جوانان بتانن که به آینده خود یک چشم دید جدید پیدا بکنن. تمام تلاش ما این هست که بتانیم ارتباط پیدا بکنیم با کسایی که امی خدمت ها را میکنن. من فکر کنم که 100 بورسیه فرانسه اعلان شده و این 100 بورسیه دست یک عده از کمیشنکارا دست به دست میشه. دقیقا دست کمیشنکارا دست به دست میشه. خب حالا اگر او بورسیه اینجا بیاید، طبعا مثل که امروز ما برنامه داشتیم و تانستیم حداقل 10 نفر از دانش آموزای برتر را در اینجا انتخاب بکنیم که واقعا استعدادشان خوب است، هم انگلیسیشان خوب است، هم همون نوع فکرش و تماما ای که آماده رفتن به سوی یک درس اکادمیک باشه را دارن. خب ما از این واقعا بیخبر هستیم از این بورسیه فرانسه اینا. چرا؟ به خاطر که اونا از بالا میآیه و بعد در داخل دست یک سری کمیشنکارا اینجا دست به دست میشه و هر کسی را به عنوان محصل کوشش میکنه انتقال بده و هدف اونا انتقال به فرانسه است، نه درس در فرانسه. این خیلی نکته چی بغض‌رنجی است واقعا که امروز از تحصیل به عنوان یک تجارت مدرن استفاده میشه. تلاش ما همین است که ما بتانیم تحصیل را واقعا از تجارت جدا بکنیم. به قول یکی از بزرگا میگه که فرصتی که در جنگ هست اونمو فرصت در بین فرصت ها نیست. وقتی که شما از یک جای به جای دیگه مهاجر میشین و بسیار از سختی میگنین، روی از سختی ها تمرکز نکنید، فرصت ها رو ببینید. فرصتی که در اونجی دارین و در جای قبلی نداشتین چی بوده، در جستجوی زو باشین تا که رشد کنید. جوانایی که مهاجر شده از افغانستان در پاکستان آمده، پس از من ایه که موقع جغرافیایی نباید امو انگیزه و امیدی که اونا کس در دل داشته از بین مثلا اونا ببره، چون که موقع جغرافی هیچ فرق نه اینا کس پشت امزو فرصت هایی که اینجا هسته و در افغانستان نبوده دنبال ازو بگرده تا که مثلا روی امزو مشکلاتی که اینجا هسته اونا میبینن روی ازی تمرکز کنه، به جای ازی که روی مشکلات تمرکز کنه روی فرصت هایی که اینجا هسته تمرکز کنه.